درود به عزیزان پیج هلیفال، عزیزای دلم، عزیزی که از اکسپلور داریم الان نگاه میکنیم. قطعا عشقم بی دلیل اینجا نیستیم. بریم ببینیم شما طرفتون رو بیشتر دوست دارید یا طرفتون شما رو. دوباره بزن رو صفحه کد کیهانی 333 رو برای من کامنت کن و برای تحقق این انرژی خوانی این پست رو برای 3 نفر بفرست. خب اسم شخص احساسی تو 3 بار بگو، 2 بار روی صفحه بزن و اینکه بریم ببینیم کدومتون بیشتر به هم دیگه علاقه‌مندید. شما، ایشون، شما، ایشون، شما و ایشون. شما طرفتون رو دوست دارید و خیلی هم ولی ازش شاکید، بهش فکر میکنید ولی ازش شاکید، علاقه‌مندی زیاد نمیبینم، اما ایشون عاشقتونه، عاشقتون. ببینید اگر توی رابطه میرید مردونه برید. من این آهنگ داریوش رو خیلی دوست دارم. من داریوش و گوگوش و هایده و تتلو خواننده های مورد علاقه منن. یه آهنگ داریوش داره که میگه گر هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش، فکر خطر باش. تو عاشقی ترازو دستتون نگیرید کی چی کار کرده من چی کار کنم، مشتی بیایید جلو، همینم که هستم. به قول ترکا بوده که وارد. عزیزای دلم لایک و کامنت یادتون نره این انرژی خانی رو برای 3 نفر بفرستید و اینکه خیلی دوستتون دارم.